السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این درسی ما درس لغت عربی می شود ان شاء الله. اما اون حدیث هایی که ما میگیم اونها در حقیقت به خاطر لغت ما و شما زیاد شدن فهمش ما بگیم حدیث ها را ترجمه های تحت لفظی میکنیم. این فراموش نکنیم اون حدیث ها رو ما برای شرح دادن یا اینکه برای اون چیز دیگر اونقدر به خاطر اهمیت نمیتیم، خاصه کلماتش بسیار اهمیت میتیم به خاطر که هست این کانال برای یاد گرفتن لغت عربی از خاصه. در اینجا ان شاء الله ما یک درس کوتاه که در همون چیزهایی گپ میزنیم که وابسته به خانه دارد. از جمله اگر گفتنی باشد یک نفر این خانه عبدالله هست، چی خیلی میگوید؟ هذا بیت محمود، یکی بیت عبدالله. هذا بیت محمود میگوی، یکی عبدالله میگوی، که عبدالرحمن میگوی، چیزی که نوشه گرفتنی باشی. هذا بیت، این خانه. بعد می همون آدم میاری. البیت فی شارع السلام، همون خانه محمود یعنی خانه عبدالله فی شارع السلام در راه سلام هست. نوم سلام همون نوم یک راه هست، یعنی که شارع چیزی که اون قشلاق باشد، کوچه باشد نوشه میگیری. شارع اصلا راه هم میگن. اگر که شما بخواید که رقم خانه همه را بگوید به یک نفر چی میگوید؟ رقم البیتی، رقم خانه 13 13 هست، یکی 15 یکی 15 هست. 13 تا 13 میگن، 15 15 میگن. ما درباره رقم ها ان شاء الله گپ میزنیم که تا 100 ان شاء الله میگیم اساسا. اگر که شما وقتی که خانه را بخواید بگویید که این غرفه کلان هست چی خیلی میگید؟ غرفه، حجره، این کلمه عربی است، در تاجیکی هم غرفه میشد. غرفه الجلوسی کبیرتون، همون غرفه میشیشتگی یعنی که همون جایی که چای میخورن میشینن، کبیرتون کلان هست. البیت کبیر و جمیل، خانه کلان هست و جمیل و خوشرو هست. اینجا فهمیده میشه که بیت خانه هست. آخه مشهور است، ما در اون درس‌های پیش گفته گذشته بودیم. این البته درس 22 رفته است. امام البیت حدیقه واسعه، امام گفته پیش میشه، بیت پیش خانه ده، در پیش خانه حدیقه باغچه واسعتون کشاد هست. حول الحدیقه سور مرتفع، حول گفته گرد و وانای هم حدیقه، حول الحدیقه گفته گرد و وانای هم حدیقه. سور چی است؟ بگیم که ریشاتکه گرفته شدگی است یا اینکه دیوار گرفته شدگی است. مرتفع بلند هست، مرتفع بلند میگن. فی الحدیقه اشجار و ازهار، و در همون حدیقه که باشد اشجار درخت ها هست و ازهار و گل ها هست. گل دارد و درخت دارد. یعنی که یلعب الاطفال فی الحدیقه، و بازی میکنند کودک ها فی الحدیقه گفته در باغچه. اگر همون خانه نزدیکی یگون چیز ده باشد، یگون کارخانه ده باشد، نزدیکی یگون مسجد ده باشد، چی میگیم؟ بیت عبدالله یا که بیت محمود قریب، قریب هست من المسجد، از مسجد. یعنی که خانه محمود که خانه عبدالله قریب هست از مسجد، یعنی که قریبی مسجد است. و اگر خانه دور باشد از یگون جا میگیم که بیت محمود یا که بیت عبدالله بعید من المسجد. یکی در اینجا یک عبارت دیگه قطعی که میبینید چخیر که و بعید عن السوق، یکی دور هست از بازار ده. سوق بازار میشود. بعید عن السوق دور هست از بازار. این درس بسیار درس کوتاه هست به خاطری که هست همین کلمه را باید از یاد کرده و درس های گذشته را تکرار کردن به کار است که اون درس ها، این کلمه‌ای که ما الان تیز گفته رفتیم، شاید که بعضی نفرها یکم بار اگر گوش کنن این درس میگن این درس اونقدر درسی فهمانه بوده است چون که از تیز بوده است، تیز گفته رفتن. نه، به خاطری که ما اوستا گفتیم، حالا هم اوستا گفتیم، به خاطری که از این درس ها گذشتگی بودن، فقط ما کلمه سازش کمی گفتیم. ان شاء الله درس عربی را شروع میکنیم. اون حدیث ها را نزدیک اومدگی هستن به تمام شدن. شما کوشش کنید این درس ها را به دیگران برسونید تا اینکه از بگیم صدقه جاری خودتان محروم نسازید. والله اعلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.